بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی ما از این سلسله درس‌های خود که زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفتیم در فتح مکه. فتح کشایش رو میگویند، پیروزی رو میگویند، فتح مکه. در اینجا قرار گرفتیم. امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی این موضوع را با همراهی شمایان ادامه خواهیم داد که فتح مکه در ماه رمضان سال 8 از هجری به وقوع افتاد. سال 8 از هجری. ابن اسحاق می‌فرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از فرستاندن لشکر که ما درس گذشته رو در جنگ معته گرفته بودیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم پس از فرستاندن لشکر بر این معته در مکه در ماه جمادی الاخر و رجب ماندند و در همین وقت در بین قبیله های بنی بکر و بنی خزاعه که این دو قبیله ها در اطراف کعبه بودند، در اطراف مکه بودند و دشمنی اینها دوباره باز علنگه گرفت و سبب اساسی دشمنی اینها بنی بکر و خزاعه از زمان جاهلیت بود که یک تاجر از بنی خزرمی که این بنی خزرمی یکی از همپیمانان بنی اسود بود، بنی اسود ابن میزان، و این بنی اسود از نزدیکی های این زمین های خزاعه، آن زمین هایی که در دست داشتن، به آنجا میگذاشتند و این هنگام بود که این بنی خزاعه، قبیله خزاعه بر او هجوم کردند و او را کشتند و مالهایشان را گرفتند و در جواب بنی بکر یک مرد خزاعه را کشته بودند در مقابل. و این بنی خزاعه در زمان جاهلیت از این سروران بنی اسود از قبیله کنانه بر آنها هجوم کرده بودند. حتی می‌فرماید که آنها را در نزدیکی عرفات، حتی در داخل حرم کشتند. انا همین دشمنی ها میان بنی بکر و خزاعه سالهای دراز ادامه داشت، اما هنگامی که اسلام آمد و مردم به سوی اسلام گرویدند، به اسلام مشغول شدند و بر ضد اسلام شمشیر کشیدند، در بین آنها جنگ کمی خاموش افتاد، کمی خاموش شد. اما وقتی که صلح حدیبیه که بین محمد صلی الله علیه و سلم و قریشیان بسته شد که این صلح رو ما صلح حدیبیه رو در دست گذشته برایشون بیان کرده بودیم و در آن شرطهای صلح گفته شده بود که هر قبیله‌ای که خواهد میتواند با پیامبر پیمان بندد یا با قریش پیمان بندد، که در اینجا قبیله بنی بکر با قریش پیمان بستند و قبیله خزاعه با پیامبر صلی الله علیه و سلم پیمان بستند و این بنی خزاعه هم پیمان مسلمانان شدند و بنی بکر هم پیمان قریش که سالهای دراز بین اینها جنگ ها بود، خونریزی ها بود. ابن اسحاق میفرماید که وقتی در سال از 8 از هجری، وقتی که سال از 8 از هجری رسید که قبیله بنی دیل میگویند که از شاخه های قبیله بنی بکر بودند و اینها این فرصت را خوب شمردند و مناسب دانستند بر این قبیله بنی خزاعه هجوم کردند. یکی از قبیله های بنی دیل که از بنی بکر بودند این فرصت را مناسب دانستند بر آنها هجوم کردند و آنها می‌خواستند که آن قصاصی که از مردان بنی اسود که در آن سالهای پیش خزاعه کشته بود آنها را بگیرند، قصاص‌های کهنه را. و در اینجا سردارشان نوفل ابن معاویه دیلی که بود که در آنجا نه همه این بنی بکر در جنگ اشتراک کرده بودند، فقط یک گروه آنها در جنگ اشتراک کردند و خلاص. و این هنگام آنها شبانه به خزاعه، بنی خزاعه هجوم کردند در همان جایی که به نام وتیر بود، یک آب در پایین مکه قرار داشت و هجوم کردند و یک مرد را از بنی خزاعه کشتند. در آن جنگ سر شد، هر دو طرف با یکدیگر زد و گریف کردند و در اینجا قریشیان پنهانی به این بنی بکر کمک کردند، بر آنها سلاح دادند و بنی بکر بر آنها سلاح دادند و حتی یک چند نفر از مردان قریش در این راه بنی بکر یک جای جنگیدند تا کسی آنها را نشناسد که آنها این بنی خزاعه را در داخل کعبه، در داخل حرم و اطراف کعبه کشتند و زدند. این هنگام وقتی که خزاعه به داخل حرم داخل شدند، بنی بکر گفتند ای نوفل ما به حرم داخل شویم یا اینکه ما با حرم داخل شدیم، تو الله را شاهد بگیر که ما با این حرم داخل شویم، تو الله را شاهد بگیر. و در اینجا این نوفل یک سخن خیلی سخت گفت، یک سخن خیلی زشت گفت
گفت امروز دیگر خدای نیست و بر آنها گفت ای بنی بکر امروز خدای نیست، قصاص خود را بگیرید. و گفتند که باز قسم خوردند که هنگامی که به حرم نزدیک شدید دزدی کنید، به حرم نزدیک شدید دزدی که میکنید چرا قصاص نگیرید؟ که جنگ آتش جنگ علنگه زد. و در این انا همون شب در همین وتیر که انا همون جای آبی که بود یک مرد خزاعه را در آنجا کشتند، به قتل رساندند که به نام منبه بود تقریبا. و در اینجا خزاعه مغلوب می شود و می گریزند و بر مکه داخل شدند و در آنجا پناه بردند. بعضی از آنها در خانه بودل ابن ورقا و به خانه یک غلام آزاد شده خزاعه به نام رافع. انا همین جنگ بنی خزاعه و بنی بکر آغازی سبب اصلی فتح مکه گردید، آغازی اساسی سبب فتح مکه گردید، چون بنی خزاعه با پیامبر عهد و پیمان بسته بودند. در همین جا بود که انا همین قریش هنگامی که پیمان حدیبیه را که صلح که بود در آنجا این پیمان را شکستند با کمک بنی بکر بر ضد این خزاعه. و ابن اسحاق میگوید که وقتی بنی بکر و قریش یک جای بر خزاعه هجوم کردند آدمان را کشتند و مردم داخل حرم را هم رحم نکردند. و این جا بود که انا همین قریش پیمان صلح حدیبیه که بسته بودند آن پیمان را با رسول الله بسته بودند فرا شکستند، چون این بنی خزاعه با رسول الله صلی الله علیه و سلم هم پیمان بودند. و در اینجا خزاعه فهمیدند که دیگر کار تمام شده است. و در اینجا یک مرد از جسوران خزاعه ابن سالم خزاعی از قبیله بنی بکر برآمد و شبانه به مدینه منوره رسید از آنجا. و این مرد راست به نزد مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم و به نزد پیامبر در آمد، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا میان صحابگان کرام نشسته بود و در اینجا با یک آواز بلند و پرغم قصیده خواند. و در اینجا از رسول الله صلی الله علیه و سلم این مرد یاری خواست و این مضمون شعرش این بود که ای پروردگار من از محمد صلی الله علیه و سلم یاری میطلبم به حق پیمانهای پدران ما. پیمان بسته بودن با محمد صلی الله علیه و سلم، پیمان پدر ما و پیمان پدر او از قدیم بود. خلاصه همین سخنان را گفت و فرمود که ای محمد الله تو را هدایت کرده است، اکنون ما را یاری کن، ما را یاری ده، با داد و فیغان ما برس، یک یاری پرزور و آشکار برای ما نصیب گردان. بندگان الله را دعوت کن تا بیایند و یاری بدهند که در این بیشه ها در این دشت ها ما را زده و کشته ایستادند، در همون کعبه و اطراف آن. و رسول الله همین شعر را همین که شنیدند از جا برخاستند، با قهر فرمودند لبیک یا ابن صالح، البته یاری میرسد، یعنی من حاضرم که بر تو یاری برسونم. در همین لحظه پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار دادند، دستور قرار فتح مکه را دادند و این لحظه یکی از لحظه های تاریخی بود که فتح مکه قطعی شده بود، حتمی شده بود. ابن اسحاق میفرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم به همین ابن صالح فرمودند که ای ابن صالح البته یاری میرسد. و بعد از یک چند روز همین بودل ابن ورقا با یک چند نفر از خزاعه به مدینه منوره آمدند و آن همین واقعه روی داده را مفصل با پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردند که چی طور قریش پنهانی به بنی بکر سلاح دادند و بعضی از مردان قریش بر آنها کمک کردند، چطور در حرم آمدند و کشتند و پیمان را شکستند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این هنگام به آنها اشاره کردند و به صحابگان کرام فرمودند، گفتند که گویا من میبینم که حاضر ابو سفیان حاضر میشود، گویا من میبینم که ابو سفیان حاضر میآید یا که آمده ایستاده است تا این پیمان را از سر نو کند و این مهلت را باز درازتر کند. رسول الله با سوی صحابگان این سخن را گفتند و در حقیقت ابو سفیان هم سردار قریش از ترس به مدینه آمد تا این پیمانی که با پیامبر بسته بود آن پیمان را از سر با نو تجدید کند و دراز کند. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم با او حتی سخن هم نگفت، با او سخن هم نکرد. هنگامی که رسول الله با او سخن نکرد، ابو سفیان نزد ابوبکر صدیق رفت، گفت ای ابوبکر بر من میانه روی کن، با پیامبر گپ زن. ابوبکر گفت نه این کارو نمیکنم. ابو سفیان نزد عمر رفت و عمر این هنگام با غضب با وی گفت من برای شما پیش پیامبر شفاعت میکنم، قسم به الله اگر جز یک مرچه چیز دیگری
نیاوم همون مورچه رو سلاح کرده با شما میجنگم. عمر اینگونه سخن کردند. در نهایت این مرد نزد پیش علی ابن ابی طالب رفت. ابو سفیان در خانه فاطمه زهرا رضی الله عنها و حسن خردسال که در آنجا بود قدم میزد کم کمکی. ابو سفیان گفت ای علی تو از همه دیده بر من خویشاوندتر هستی، نزدیکتر هستی. من به یک امیدی کلام به نزد تو آمدم. مرا خالی برنگردان ای علی. مرا در نزد پیامبر شفاعت کن. و این هنگام علی رضی الله عنه بر ابو سفیان گفت وای بر تو ای ابو سفیان. پیامبر این هنگام دیگه قطعی قرار قبول کردند و ما هیچ کسی از ما جرأت کردن نمیتونیم با او سخن بگوییم دیگر. تمام پیام قطعی است دیگری گفت و هیچ کسی از ما نمیتونه دیگر با او سخن بگوییم. این هنگام ابو سفیان با فاطمه رضی الله عنها رو آورد. گفت ای دختر محمد این پسرت حسن رو بگو که بین مردم امان دهد، یعنی که مردم رو امان بدهد و مردم پناهگاه اعلام کند تا با ابد این حسن دیگر سردار عرب ها بگردد. فاطمه رضی الله عنها در جواب با ابو سفیان گفت قسم به الله پسرم هنوز به سن آن نرسیده است که بین مردم امان بدهد، خرد است، حقی ندارد و هیچ کس نمیتواند برخلاف قرار محمد صلی الله علیه و سلم امان بدهد. این هنگام ابو سفیان دیگر حیران شد و به علی گفت به درستی کارها برایم خیلی سخت شده است. برایم یگان مصلحت بده. علی رضی الله عنه در جواب فرمودند که قسم به الله من برای شما دیگر یگان راه نجات نمیبینم، ولی که تو یک سردار بنی کنانه هستی. برخیز و در مسجد ایستاده اعلان کن و بگو که من بین مردم امان دادم و زود به سوی مکه باز بگرد. ابو سفیان گفت فکر میکنی این مرا نجات میدهد؟ علی گفت نه به الله قسم نه، فکر نمیکنم که نجات دهد، ولی دیگر راهی ندارم، دیگر سخن ندارم که بر تو بگویم. و ابو سفیان بر مسجد در آمده با آواز بلند گفت ای مردم من بین مردم امان دادم، یعنی همه در پناه منند، در حمایت منند. و این هنگام زود سوار اشترش شد و با یک سرعت بلند به سوی مکه گریزان شده رفت. و در همین لحظه ها پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابگان فرمودند که تیاری جنگ، آمادگی برای جنگ ببینید و بر خانواده های خود گفتند که آمادگی ببینید، تیاری بینند. و سپس آشکارا اعلان کردند صلی الله علیه و سلم که به سمت مکه می رویم و فرمودند پروردگارا این خبرچیان و این جاسوسان قریش را از ما پنهان، از ما دور بساز که ما ناآگاهانه به این دیار داخل بشویم و حمله بکنیم، ناآگاهانه با این دیار آنها برسیم، چون آنها اخبارچیان و جاسوسان خودشون داشتن، حتی بر مدینه هم میفرستند. و این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که به گوش مردم رسید، مردم با تمام قوت تیاری گرفتند و تیاری دیدند. اکنون تیاری لشکر بزرگ فتح مکه آغاز شد که زیاده از 10,000 نفر بود. ابن اسحاق از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنند، میفرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلام در روز 10 رمضان سال از 8 هجری از مدینه منوره برآمدند، بیرون شدند و در جای خود، در مقام خود، برای عوض کردن خود در مدینه ابن حسین غفاری را گذاشتند، خلیفه خود گذاشتند. و این لشکر رسول صلی الله علیه و سلم لشکر خیلی بزرگی هم بود، 10,000 نفر. مردمان، مسلمانان، مهاجران، انصار، قبیله های گرد و اطراف مثل غفار، سلیم، اشجع و غیر از قبیله ها هم در اینجا یکجا شده بودند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم زود و پنهانی پیش رفتند، دعا کردند که پروردگار این قریش را، چشم قریش را کور بسازد، آن خبریارا جاسوسان را چشم آنها را کور بسازد. و واقعا این حالت هم رخ داد. هیچ کس در مکه نمیدونست که لشکر اسلام کجاست و در چه حال مشغول است. هیچ کس خبر را نمیافت. نهایت لشکر بر وادی که تقریبا 12-15 کیلومتر از مکه در آنجا فرود آورد. لشکر رسول صلی الله علیه و سلم که الکی در آنجا شب بود، شب تاریک شده بود که در همین شب‌های تاریک 3 نفر از سروران قریش پنهانی از مکه بر آمده بودند و خبر می‌جستند. ابو سفیان ابن حرب، حکم ابن حزام و بودل ابن ورقا. آنها در این تاریکی‌ها گشته ایستاده بودند که بفهمند چه خبر را می‌توانند به دست بیارند. آیا یگان خبری که یگان آوازه از محمد هست یا که نیست. الکی آنها می‌دونستند که حتما محمد می‌آید. در همین وقت بود که
که عباس ابن عبدالمطلب عمه پیامبر صلی الله علیه و سلم در راه با لشکر واخورد و با همراهی لشکر در همان موضع 15-20 کیلومتر از کعبه در آنجا قرار گرفت که اون مکان رو تقریبا مرزهران میگویند، یک مکان همونجا. وقتی که لشکر در همان مکان قرار گرفتند، عباس در دلش گفت وای بر قریش، قسم به الله اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم ناگهانی با زوری به مکه داخل شود، پیش از آن که آنها بیایند و امان بپرسند، واقعا این یک هلاکت ابدی و شرمندگی تا قیامت برای قریش می شود. و عباس از دل یا که با دل جان میخواست که مکه با صلح و بی خونریزی فتح شود. این رو میخواست عباس که با صلح و بی خونریزی فتح شود، جنگ و خونریزی در آنجا قرار نگیرد. عباس میفرماید که من یک سواره را گرفتم و سوار آن شدم و شبانه از این مکان یا که از این لگری که در آنجا قرار شدم از آنجا برآمدم و با خود گفتم که شاید یک چوپان هیزمکش یا کسی که به سوی مکه می رود پیدا کنم، یکم نفری رو، تا به قریش خبر بدهند که محمد صلی الله علیه و سلم با لشکر بزرگ نزدیک شده است و پیش از آن که لشکر به داخل مکه شود بیایند و از پیامبر امان بپرسند، وگرنه صبح همه اینها هلاک می شود، همش نابود می شود. در این تاریکی میگم من قدم میزدم، ناگهان صدای دو نفر را شنیدم، گوش کردم، ابو سفیان و بدیل ابن ورقا است که با هم سخن میگفتند. صدای آنها را شنیدم. ابو سفیان میگوید که قسم به الله تا حال این قدر آتش و لشکر در یک جا ندیده بودم. الکی دیدن این قدر آتش زیاد و لشکر در یگام جای ندیده بودم. و در اینجا بدیل گفت که این خزاعه است و جنگ آنها را خشمگین کرده است، یعنی این لشکر خزاعه است. ابو سفیان گفت که خزاعه خیلی خرد و ناچیزن، از این قدر لشکر و آتش جمع آوری کردن رو دیگه حدی آنها به این نمیرسد. عباس میگه که من صدای آنها رو شناختم و ندا کردم، گفتن ای ابو حنظله، کنیه ابو سفیان بود. و این هنگام ابو سفیان میگه که صدای من رو شناخت و گفت ابو حنظل یعنی عباس. گفتم بله منم. گفت چی شده است پدر و مادرم فدایت. گفتم وای بر تو ای ابو سفیان، این پیامبر صلی الله علیه و سلم با لشکر بزرگش است، همین که صبح دمید کار قریش تمام می شود. و گفت پس چیکار کنیم؟ پدر و مادرم فدایت چیکار کنیم؟ عباس میگه گفتم قسم به الله اگر تو رو دستگیر کنن گردن تو رو میزنن، همین دستگیر که شدی گردن تو رو میزنن. زود با پشت من سوار این خری من شو تا تو رو به حضور پیامبر ببرم و از پیامبر بر تو امانی بخواهم، امانی طلب کنم. عباس میگه ابو سفیان زود بر پشت من سوار شد و آن دو همپیمان دیگری که بودن با وی ها 3 نفر اومده بودن، بدیل و حکیم، اونا گریخته رفتن. من این خر رو میگه راندم به نزد آتش های لشکر گذاشتیم. وقتی گذشت کردیم هر یکی میگفت کیستی؟ وقتی که این خر سفید من رو میدید میگفت امکی پیامبر صلی الله علیه و سلم است، بر خری پیامبر صلی الله علیه و سلم سوار شده است. تا به نزد آتش عمر ابن خطاب میگه به نزد اون هم گذشتیم. در این هنگام عمر ندا کرد کی هستی تو؟ و دویده آمد عمر رضی الله عنه. وقتی ابو سفیان را در پس من دید، عباس میگوید بسیار غضبناک شد. ابو سفیان دشمن الله، الحمدلله که الله تو را بدون یگان پیمان به دست ما داد، به دست ما افتادی. و با سرعت به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم دوید تا این خبر رو به او برساند. و عباس میگه من هم خر را تیز راندم، تیز حرکت کرد و از هر آدم پیاده هم میگه تیز حرکت کرد، نه که دویده رفت. و من توانستم که پیش از رسیدن عمر بر حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم برسم. این لحظه خیلی مهمی بود. عباس میخواست که ابو سفیان را نجات دهد و مکه را از این خونریزی رهایی کند. مقصد نیتش نمیخواست. عباس میگه که من از این خر زود فرود آمدم و زود بر خیمه رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل شدم و این لحظه بود که عمر هم دویده داخل این خیمه شد و با خشم و غضب گفت ای رسول الله، این ابو سفیان است، الله او را به یگام پیمان به یگام عهد به دست ما سپارید. ای رسول الله اجازه ده من تا که گردن این رو بزنم، اجازه بده تا که من گردن این ابو سفیان رو بزنم. عباس میگه من فوراً گفتم ای رسول الله، من به او امان دادم، ای رسول الله، من او را در پناهندگی خود گرفتم. عباس گفت و نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه نشستم و سر او را به دست خود گرفتم تا کسی نزدیک نشود و گفتم که قسم به الله امشب هیچ کسی به جز من با او گپ نمیزند. و عمر در این هنگام سخت گپ میزد، سخت سخن میگفت. میگه که من به او رو آوردم و گفتم آرام باش ای عمر، آرام باش ای عمر. قسم به الله اگر این مرد از قبیله تو بنی عدی ابن کعب می بود
هیچگاه این گپ رو نمیگفتی و تو فقط با آن سبب خشمگین هستی که او از بنی عبدالمناف است، یعنی از خویش نزدیکان پیامبر صلی الله علیه و سلم. عمر رضی الله عنه در این هنگام کمی آرام شد و با یک صمیمیت بزرگ گفت آرام باش ای عباس، آرام باش ای عباس. قسم به الله آن روزی که تو مسلمان شدی، یعنی عباس، آن روز که تو مسلمان شدی، از آن که پدرم خطاب مسلمان میشد بیشتر بر من پسندیده بود. مسلمانی تو برای من پسندیده بود از پدر ندیده. و عمر فرمود که و من این رو فقط با آن سبب میگویم که میدونم که مسلمان شدن تو برای پیامبر صلی الله علیه و سلم از هر کس دیگر عزیزتر است. و این هنگام رسول الله صلی الله علیه و سلم مداخله کردند بین عباس و عمر، یک تبسم آرام کردند و فرمودند که ای عباس، او رو با خیمه خودی بر، صبح که شد بیاور پیش من، نزد من بیاور. نیک ابو سفیان را. نیک پیامبر صلی الله علیه و سلم در این هنگام این سخن عمر را نپذیرفتند برای قتل وی، بلکه به عباس و ابو سفیان امکان دادند که زنده بمانند و در صبح یک صحبت اساسی شود. عباس میگوید که او را به خیمه خود بردم، شب در خیمه من خوابید، صبح بر وقت او را گرفتم و حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتند. همین که پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو سفیان را دیدند، با مهربانی و اما با قطعیت فرمودند ای ابو سفیان، هنوز هم وقت نرسیده است که بدانی که جز الله یگانه هیچ معبود نیست. و ابو سفیان با یک احترام گفت پدر و مادرم فدایت ای رسول الله، چقدر تو حلیم و بزرگوار و مهربان هستی. و گفتند که قسم به الله من دیر باز فکر میکردم، دیر باز است که در فکر فرو رفتم که اگر جز خدای تو، جز الهی تو معبود دیگری میبود، الکی ما را از این چندین مصیبت ها نجات میداد. رسول الله صلی الله علیه و سلم باز فرمودند ای ابو سفیان، هنوز وقت نرسیده است بدانی که معبود بر حق جز الله نیست. ابو سفیان باز گفتند پدر و مادرم فدایت، در همه چیز راضی شدم، اما فقط در دل من یک کمی از شبهه درباره پیامبری تو مانده است، یک شبهه دارم درباره پیامبری تو. و عباس فرمود وای بر تو ای ابو سفیان، زود اسلام بیاور و شهادت بر لا اله الا الله و محمد رسول الله بده، وگرنه حاضر گردن تو در اینجا میزنن. و ابو سفیان در اینجا فوراً با صدای بلند شهادت دادند و در اینجا از صمیم دل مسلمان شدند. و عباس فرمود که ای رسول الله، این ابو سفیان یک انسان افتخارمند است، بالا مقام است، خودسیتا است، یک چیز مخصوصی را برایش بده، که تا افتخار کند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این تبسم کردند و فرمودند بله، هر کی خانه ابو سفیان درآید در امان است، امان دارد. و هر کی خانه اش را ببندد، بسته کند و بنشیند در امان است. و هر کی در مسجد الحرام درآید هم در امان است. یعنی با این سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام اهل مکه را در امان قرار دادند. و این هنگام وقتی که ابو سفیان میخواست برگردد، رسول الله صلی الله علیه و سلم به عباس فرمودند که ای عباس، او را در دره تنگ، در جایی که کوهها نزدیک هستند نگاه دار، در آن دره بگذار، آن را نگاه دار تا این لشکری الله به پیش او بگذارد و این لشکر او ببیند، لشکری عظیم را ببیند. و میخواستند که بر این ابو سفیان لشکر بزرگ اسلام را نشان بدهند و این لشکر بزرگ را با چشمان خود ببیند، تا وقتی که مکه میرود و بر قریش بگوید که قریش امروز دیگر مکان جای مقاومت کردن شما نیست بر این محمد صلی الله علیه و سلم. عباس میگوید که من ابو سفیان رو بردم و آن دره تنگ وادی، همون جایی که رسول الله فرمان داده بود، در آنجا ایستادیم. هر یک قبیله با پرچم‌های خود به پیشمان میگذشتند. هر قبیله‌ای که میآمد ابو سفیان میپرسید ای عباس، اینها کی هستند؟ میگفت این سلیم است. سلیم به من چی کار دارد؟ میگفت ابو سفیان با تعجب و از ترس. باز یک قبیله دیگر میآمد، اینها کی هستند؟ این قبیله مزینه است. قبیله مزینه بر من چی کار دارد؟ همین طور هر یک قبیله ها از پیش گذشتند. هر قبیله‌ای که میگذشت او با حیرت میپرسید نام این قبیله را میپرسید و نام را بر او میگفتند و با ترس میگفت اینها با من چی کار دارند؟ اینها چی میخوان؟ با من چی کار دارند؟ و در نهایت در میان همه رسول الله صلی الله علیه و سلم با لشکر سبز خود آمدند و این لشکر تنها فقط مهاجران و انصاری ها بودند. زیره های آهنین داشتند، تنها چشمانش دیده میشد تمام محکم مجهز که هیچ کس آنها را شناخته نمیتوانست. کاملا محکم زیره پوش بودند. و ابو سفیان از دیدن این منظره حیران شد و گفت سبحان
سبحان الله، ای عباس اینا کیا هستند؟ گفتند که این رسول الله صلی الله علیه و سلم است و این مهاجران و انصار هستند با همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم. این هنگامی که اینها را دید، تمام زره پوش، تمام مجهز آماده با سلاح، ابو سفیان در این هنگام در دهشت افتاد و حیران ماند و حیران شد و گفت به درستی که هیچ کسی با این لشکر دیگر مقاومت و زوری کردن نمیتواند. قسم به الله ای ابوالفضل که عباس، امروز پادشاهی پیسری عمکم یعنی محمد خیلی بزرگ شده است. من فورا میگوید عباس جواب دادم ای ابو سفیان، این پادشاهی نیست، این پادشاهی نیست آنچه که تو میبینی، این نبوت است، این پیامبری است. ابو سفیان در این هنگام کمی خاموش شد و با آوازی پست گفت ها راست میگویی، ها راست. و در این لحظه او کاملا شکست خورد و فهمید که دیگر هیچ راهی مقاومت نیست، خلاص دیگر. عباس گفت ابو سفیان به مکه برگشت و در تمام کوچه های شهر میگشت با آوازی بلند ندا میکرد ای گروه قریش، امروز محمد با لشکری آمده است که شما هرگز با آن مقابله کردن را ندارید، نمیتوانید با او روبرو شوید و هر کی به خانه ابو سفیان درآید وی در امان است و هر که در خانه اش داخل شود و در را ببندد بنشیند در امان است و هر کی به مسجد الحرام درآید در امان است. در این هنگام قریش با خشم گفتند، در غضب آمدند، در خشم گفتند الله تو را نابود کند، الله تو را نابود کند، خانه تو چند نفر را جای میدهد، در خانه تو چند نفر جای میگیرد. ابو سفیان باز ندا کرد گفت هر کی درش را ببندد یا به مسجد برود در امان است. این هنگام این صدای ابو سفیان وقتی به گوش مردم رسید، در حال مردم پراکنده شدند، بعضی به خانه هایشان گریختند، در را محکم بستند، بعضی بر مسجد الحرام دویدند. ابن اسحاق روایت می‌نماید که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در موضع ذیتو میگویند در کنار مکه از رسیدند، از اشتر فرود نآمدند، از اشتر فرود نفرآمده ایستادند، در بالای شتر سر خود را با تواضع با شکر و سپاس برای پروردگار خم کردند، آنقدر پایین کردند که می‌فرماید که ریش مبارکش حتی قریب بود که به زین برسد. یک لباس عادی داشتند، یک جامه یمنی یک سرخ خرد بر کتف انداخته بودند و هیچ گونه زیب و زینت هم نداشتند، نکرده بودند. و در همین جا رسول الله صلی الله علیه و سلم لشکر را تقسیم کردند. به زبیر ابن عوام فرمودند از طرف بالا با یک گروه داخل شوند و پرچم را در بالای حجون آن مکان بردارند. زبیر در اینجا سردار طرف چپ شد و سعد ابن عباده سردار انصاری ها بر او فرمودند که از طرف پایین داخل شوند و سعد در دست پرچم انصاری ها را داشت و رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند خود از مابین شهر با مهاجران و انصاری ها داخل می شدند. یعنی که از چهار طرف کعبه مکه لشکر داخل می شد تا هیچ کس جرأت پیدا نکنه که مقاومتی کند، تا که جنگ نشود. بعد از یک چند دقیقه های مکه کاملا تسلیم شدند بدون خونریزی و بدون مقاومت و سخنان تاریخی پیامبر صلی الله علیه و سلم در داخل کعبه بر بخشیدن تمام دشمنانی که داشتند، تمام سالها با او جنگیدن، این سخنان تاریخی را گفت و گفتند که الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت و بخشش است. حتی آن کسانی که سالها با پیامبر الله صلی الله علیه و سلم جنگیده بودند در همان روز بخشیده شدند. ابن اسحاق می‌فرماید که بعضی دانشمندان روایت میکنند که وقتی سعد ابن عباده با پرچم انصار از طرف پایین داخل مکه میشد، از خشم سالهای طولانی با آوازی بلند میگفت امروز روز قصاصگیری است، امروز حرمت‌ها شکسته میشود. در این هنگام یکی از مهاجران این سخن را شنید، زود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داد، گفت ای رسول الله، سعد چنین گفته ایستاده است، میترسم که در دل خشم داشته باشد و به قریشیان حمله کند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حال به علی ابن ابی طالب رضی الله عنه فرمودند که زود رفته پرچم را از سعد گرفته خودت به آن داخل شو. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیخواستند که حتی یک قطره خون ریخته شود، حتی اگر آن قصاص هم حق
هم باشد. ابن اسحاق باز روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم با خالد ابن ولید فرمودند که از طرف پایین مکه که محله لید نام داشت با یک قسمت دیگری از لشکر داخل شود که در این گروه اسلم، غیفار، مزینه، جحینه و دیگر از قبیله های عرب در این با خالد ابن ولید قرار داشتند و خالد سردار یک طرف راست قرار گرفته بود. ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه با صفهای نظامی پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم قدم میزد و راه را میکشد و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم از طرف بالای مکه آرام آرام داخل میشدند تا اینکه به بالاترین نقطه شهر رسیدند و در آنجا برای رسول الله صلی الله علیه و سلم یک خیمه خرد در آنجا برقرار کردند. همین طور این مکه مکرمه در چند دقیقه بدون جنگ، بدون تلفات و بدون خونریزی کاملا تسلیم شدند و رسول الله صلی الله علیه و سلم به کعبه داخل شدند. بت‌ها را با دست خود میشکستند و در نزد کعبه ایستاده با آواز بلند خطاب میکردند: لا اله الا الله وحده لا شریک له اليوم یوم المرحمه. امروز روز رحمت و بخشش است. و همه آن دشمنانی که سالهای طولانی هند، اکریمه ابن ابی جهل، وحشی، قاتل حمزه، همه آنها بخشیده شدند. مکه فتح شد، اما از این ده زیباتر دلها نیز فتح شدند. این یکی از زیباترین روزهای و بزرگترین و زیباترین روزهای تاریخی اسلام، فتح مکه. ابن اسحاق از عبدالله ابن ابو نجیح و عبدالله ابن ابو بکر روایت میکنند که حتی پس از آن که تمام مکه تسلیم شده بودند، یک گروه خردی سختگیر از جمله صفوان ابن امیه، اکریمه ابن ابی جهل و سهیل ابن عمرو در این محله خندمه جمع شدند. میخواستم آنها مقاومت کنند، زوراوری نمایند. حتی حمیس ابن قیس پیش از وارد شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم سلاح‌هایشان تازه و آماده می‌کردند. وقتی که لشکر خالد ابن والد رضی الله عنه به آنجا رسید، بین آنها کمی تیراندازی هم شده بود که در اینجا 12 نفر از طرف مشرکان کشته شدند و از مسلمانان باشد فقط 2 نفر شهید شدند. سپس آنها پراکنده شدند و گریختند هر طرف. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به همه سرلشکرانی که بر آنها را سرلشکر قرار داده بود قطعی فرمود: جنگ نکنید مگر کسانی که با شما هجوم میکنند. فقط یک چند نفر، 9 تا 17 نفر موافق روایت ها استثناء بودند که آنها را در هر جفت بکشید و آنها را به نام ذکر کرده بودند. حتی اگر زیر پرده های کعبه هم پنهان شوند هم آنها باید به جوابگری کشیده شوند، مثل اکریمه، وحشی، قاتل حمزه و عبدالله ابن قتل و غیره، چون اینا بر مسلمانان بسیار آزارهای عظیمی رسانده بودند. و پس از آنکه شهر کاملا آرام شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی کعبه رفتند. از صفیه بنت شیبه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنوز سوار شتر بودند، 7 مرتبه اطراف کعبه طواف کردند که در دستشان یک چوبچه کجی بود که با این چوب حجر اسود، حجر سیاهی که در آنجاست، آن را لمس کردند، قپیدند یعنی، و تکبیر میگفتند. بعداً عثمان ابن طلحه را دعوت کردند، کلید کعبه را از او گرفتند، در را کشیدند و داخل شدند داخل کعبه که در این داخل کعبه یک بوت بود با شکل کبوتر از یک چوب ساخته شده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم با دست مبارک خود آن را شکستند و در بیرون پرتافتندش و سپس در نزد کعبه ایستادند. تمام مردم در آن مسجد گرد او جمع شدند و با نگاه‌های پر از انتظاری و ترس بر روی مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه می‌کردند، اما در وحشت، در ترس که امروز رسول الله برای اینها چه حکمی را صادر می‌کند. و در همین جا آنها سخنان تاریخی را در بالای تمام این مردم بیان کردند: لا اله الا الله وحده لا شریک له اليوم یوم المرحمه. امروز روز رحمت است، امروز روز بخشش است. اذهبوا وانتم طلقاء. بروید، امروز شما همتون آزاد هستید، شما آزاد شده هستید. رسول الله در کعبه ایستادند و آواز بلند گفتند: لا اله الا الله وحده لا شریک له انجز عبده. بنده اش را الله نجات داد، الله وعده خود را بجا آورد، بنده اش را یاری داد و همه این حزبها و اتفاقهای دشمنان را پراکنده و شکست داد. و فرمود: آگاه باشید تمام این قصاص ها و این خنبه هایی که از زمان جاهلیت مانده است و هر مال و ثروتی که کسی دعوا دارد، همه اش زیر پای من است و همه اینها امروز بیکار
کار می شود غیر از دو چیز. یکم نگاهداری کعبه و آبدهی به حاجیان. همه هرچه بود همه را بوتیل کردن در همون روز و این دو چیز را باقی ماندن: نگاهداری کعبه، نگاهبین کعبه و آبدهی بر حاجیان. و فرمودن که آگاه باشید هر کسی که با تصادف، یعنی که با خطا، با چوب یا تازیانه کسی دیگر را کشته باشد، برای او دیه پوره لازم است 100 شتر که 40 تا از این شتر حامله دار باشد. یک کسی که کسی را قصداً کشت 100 شتر که 40 تا از آن حامله دار باشد باید بسپارد. ای جماعت قریش، ای جماعت قریش، ای مردم قریش، امروز الله از شما این تکبری جاهلیت و فخر کردن بر پدران و مادرانتان را از بین برد. همه ما از آدم هستیم و آدم از خاک آفریده شده است. و سپس آیت سوره حجرات رو تلاوت کردن صلی الله علیه و سلم. آیت سوره حجرات رو صلی الله علیه و سلم سپس تلاوت کردن در این جمعیت مردم. یا ایها الناس، ای مردم، یا ایها الناس، ای مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثى. ای مردم، هر اینا ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، از یک مرد و زن شما را بیافریدیم. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. و از این دو، از آدم و ماما حوا علیهم السلام، مردمان زیادی را در این زمین پراکنده کردیم و شما را با جماعت ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. لتعارفوا، تا یکدیگر را بشناسید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای مردم، به درستی که با اکرام ترین شما، گرامی ترین شما در نزد الله پرهیزگارترین شماست. ان الله علیم خبیر. به درستی که الله عالم است و با خبر است. و فخر کردن در نسب را هم ترک کنید، هر آینه که الله سبحانه و تعالی آگاه و با خبر است. و سپس به سوی مردم با مهربان نگاه کرده پرسیدند: ای قریش، ای قریش، امروز شما فکر میکنید من بر شما چی کار میکنم؟ شما نسبت من چی فکر اندیشه دارید امروز؟ در اینجا همه یک دیلانه جواب دادن: خیر، خیر. در حق تو نسبت تو خیر، فکر اندیشه خیر داریم. تو برادر بزرگوار و پسر عمک ما هستی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم با تبسم به سوی آنها با آواز پر از رحمت فرمودند: اذهبوا و انتم طلقاء. امروز بیروید که همگی شما دیگر آزاد هستید. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم به مسجد نشستند. علی ابن ابی طالب رضی الله عنه به کلید کعبه نزدیک آمدند و گفت: ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، نگاهداری کعبه و آبدهی با حاجیان هم این رو به ما ده. الله تو را سلامت نگاه دارد. رسول الله فرمود که عثمان ابن طلحه کجاست؟ و عثمان ریافتند و آوردند. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم کلید را با دست او دادند و فرمودند: این کلید تو است ای عثمان، این کلید تو است ای عثمان طلحه. امروز روزی وفا و روزی نیکی است و این کلید تا قیامت در دست نسل تو، در دست شما خواهد ماند. که این کلید کعبه تا امروز نسل آنها از آن پیامبر تا امروز در دست آنهاست. نبره به نمیره تا امروز، حتی امروز در دست آنهاست کلید کعبه. همین تا امروز نگاهداری کعبه به دست اولادان عثمان ابن طلحه است. وفا بر وعده پیامبر صلی الله علیه و آله کسی از دست آنها تا امروز آن کلید نگرفته است. با همین مکه نه فقط با شمشیر فتح شد، فقط تنها با رحمت و بخشش و عدالتی به همتا فتح شد که مجرد فتح مکه دلهای هزارها از نفر در یک لحظه اسلام آوردند. همین بود فتح مکه، بزرگترین و زیباترین فتح تاریخی. ابن هشام از یحیی ابن سعید روایت میکند که وقتی پیامبر الله صلی الله علیه و سلم مکه را فتح کردند و داخل شدند، برای دعا برآمدند و انصاری ها گرد آن حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم دور زدند و در بین آنها پنهان سخن میزدند. فکر میکنند حالا که الله مکه رو با پیامبر داد، شاید اینجا میماند، شاید دیگر به مدینه منوره برنمیگردد، همینجا قرار میگیرد. و رسول الله صلی الله علیه و هنگامی که در دعا بودند، دعا را تمام کردند، رو به آنها آوردند و پرسیدند: چی گپ میزنید و هم چی میگویید؟ گفتند: هیچ چیز ای رسول الله. پیامبر تکرار و تکرار پرسیدند تا نهایت انصاری ها راست گفتند. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم با مهربانی فرمودند که پناه به الله، زندگی من زندگی شماست، زندگی من زندگی شماست، مرگ من مرگ شماست. من هرگز مدینه و شما را ترک نمیکنم. ابن عباس روایت میکند که فرمودند که روزی فتح پیامبر صلی الله علیه و سلم هنوز سوار شتر بودند. اطراف کعبه بت‌های زیادی بود که با سرب به دیوارها محکم کرده شده بودند و رسول الله با آن چوبی که در دستش بود به بت‌ها اشاره میکرد و میگفت: قل جاء الحق و ذهق الباطل. بگو به درستی که حق آمد و باطل رفت. ان الباطل، به درستی که باطل همان باطل کان زهوقا، نابود شونده است.
هر بوتی که بر رویش اشاره میکرد با پوش میافتید، هر بوتی که با پوشش اشاره میکرد بر رو میافتید و میشکست. در چند لحظه همه بت‌ها در آن اطراف کعبه به زمین افتیده پاره پاره شدند. ابن اسحاق گفتند که همه کسانی که در فتح مکه اشتراک کردند 10,000 نفر بودند. و فتح مکه روز 10 رمضان سال 8 از هجری تقریبا ینور سال 630 میلادی رخ داد. این بود یکی از بزرگترین و پررحمترین روزهای تاریخی بشریت. مکه مادر شهرها بدون خونریزی و بخشش عمومی فتح گردید. سال 8 از هجری ماه رمضان بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه بودند. ناگهان خبر رسید که قریش به مکه پیمان خود را شکستند و آنها با دوستان پیامبر قبیله خزاعه شبانه هجوم کردند. حتی در داخل حرم آنها را به قتل رساندند. و رسول الله این خبر و هنگامی که بر او رسید اکنون گفت که مکه را فتح میکنیم، ولی به خونریزی. 10,000 نفر از مسلمان مهاجران انصار و قبیله های اطراف لشکر کشیدند. آنها شبانه راه رفتند و پنهانی به نزدیکی مکه رسیدند که در حالی که در مکه هیچ کسی از خبر آنها نشنیده بود. که در این شب تاریک گفتیم ابو سفیان سردار قریش از شهر برآمد، خبر میجست. ناگهان میان هزارها آتش را دید، علنگه هست. در دهشت افتاد که این هنگام عباس عمک پیامبر او را یافت و او را به نزد رسول الله به نزد مسلمانان آورد. و پیامبر برای او ابو سفیان گفت که هنوز وقت نشده است که بدونی که معبود بر حق جز الله نیست. این هنگام بود ابو سفیان اسلام آورد. و چون گفتیم صبح رسول الله ابو سفیان با آن در برد و لشکران خود را به او نشان داد و این مهاجران و انصاری ها را با آن زره پوش مستحکم دید. و ابو سفیان چه گفت این پادشاهی محمد خیلی بزرگ شده است. عباس گفت این پادشاهی نیست، این نبوت است. و هنگامی که این بزرگی را دید ابو سفیان دویده به مکه رفت و مردم را با آواز بلند در کوچه ها خبر میداد: ای قریش، محمد با لشکر آماده است، گشت لا قبل لكم، دیگه شما نمیتونید با ملاقات نمایید، مخالفت نمایید. و هر کی در خانه ابو سفیان پناه ببرد و در امان است. هر کی درش رو ببنده و در امان است. هر کی در کعبه دارد و در امان است. بعضی از مردم خانه های خود داخلش محکم شدند، بعضی از مردم بر مسجد حرام گریختند. و رسول الله از 4 طرف مکه داخل شد. هیچ کس مقاومت دیگه کردن نتوانست. فقط در یک گوشه خرد یک چند نفر از تیراندازان بودند، اما به زودی گریختند. و رسول الله بر این کعبه رسیدند، در آنجا طواف کردند صلی الله علیه و سلم 7 مرتبه و با آن چوب خود اشاره کردند به سوی این بت‌ها. گفت حق آمد و باطل نابود شد. و بر هر بوتی که اشاره میکردند و بود میافتید و میشکست. و سپس در این نزدیک در کعبه ایستاده با تمام قریشان خطاب کردند: ای قریش، فکر میکنی که من امروز برای شما چیکار میکنم؟ گفتند تو برادر بزرگوار ما هستی، پسر بچه عمک ما هستی، فقط خیر میکنی. و رسول با تبسم پر و رحم و محبت گفتند که اذهبوا وانتم طلقاء، بروید، امروز شما آزاد هستید. حتی کسانی که سالها با او میجنگیدند آنها را رهایی کرد و کسی دست نزد. و این کلید کعبه را با دست عثمان ابن طلحه دادند که این کلید تا روز قیامت با دست آنها در دست آنها قرار میگیرد. گفتند که امروز روز وفا و عهد نیکویی است. و انصاری هم این هنگامی که مکه فتح شد گمان کردند که پیامبر دیگه در اینجا می ایستاد، همه زوق شدند و پنهان با خود چیزی میگفتند. رسول الله این را فهمید و از آنها پرسید و گفت: پناه به الله، زندگی من زندگی شماست، مرگ من مرگ شماست. از همین طور در سال 10 رمضان 8 از هجری مکه فتح شد، ولی نه با شمشیر، بلکه با رحمت، بخشش و محبت. این است روزی بزرگ که دلها را با این فتح مبارک شده گردانید. الحمدلله رب العالمین. خیر، در اینجا درس رو از این کتاب مبارک به اتمام رسانیم. سپس غزوه حنین می شود. در اینجا غزوه مبارک است و کارنمایی‌های غزوه را ما درس کردیم. ان شاء الله با همراهی شما اگر که زنده باشیم ذکر می‌نماییم و همچنین اگر زنده باشیم ذکر غزوه طائف می شود که رسول الله بر آنجا رفتن، در آنجا چون قصه کردیم سنگسار می شوند و در آنجا عذاب شکنجه می بینند. این قصه را هم برای شما ان شاء الله که خواهیم کرد و اگر الله سبحانه برای ما فرصت بدهد. و همچنین درباره فرمان رسول الله صلی الله علیه و درباره مال و اسیرانی که به دست آورده بودند از حوازین، اینها را هم یک قصه های بعدی را ان شاء الله که برای شما ذکر و دوباره خواهیم کرد. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.